ای جوانی از برم رفتی یادت بخیر، تا تو بودی نزد خوبان جهان اعتباری داشتم. آدم تا جوونه قدری خور نمیدونه. ای خدا ای خدا ای آنی رسید به پیری عشق از جواب تور نمیده. ای خدا ای خدا تا وقتی که جوونی همه میایم سناخت و وقتی برسی بیری کس نمیگه. بابا اشتنی؟ شکر بابا شما اشتنیم. خوبیم بابا؟ شکر خدا بابا. چرا شعر میخونیم به خودی؟ خب بابا خوبیم. یاد مجیبنی آمد بابا. عالم جوانیم شما بابا. چی نشده شما؟ پیر شدم بابا. خدا نکنه. تازه شما سفید شده. کجا پیر شدیم؟ الان خیلی مونده شما بابا. قصه نخوریم. هر روزی که مادر تو فوت کرد دلمو بشکست. هیچی به زندگی امیدواری ندارم. میگم 4 روز دیگه بیشتر زنده نیم. هفته و 100 دیوالیم که میپرم میرم برات کار. ایت نگیم بابا دیگه. خب مردن را حقیه دیگه. هر کی میموره. مادر من خدا بیامرز حالا که برفتم شما از پوشی و قصه بخوریم که چیشه بابا. حالا به فکر خود خوب باشیم. شکر خدا دخترها شما بچه‌ها شما همه خدمت شما رو میکنه. حالا هم شما پیر نشدیم جوانیم دیگه. تا شما تار سفید شده بابا جون. بچون چرا بابا دل خوره تو نشکنیم بابا. نه هیچی دلم به جا نمیگیره. امیدواری به هیچی ندارم. فقط خیال میکنم این همه سرد یا اسرائیل میاد نفس بر میگیره. چکار کنم بابا؟ دلم به کل بشکسته. نه این فکرها رو نکنیم بابا. هنوزم شما خیلی جوانم. خیلی فرصت داریم بابا. هر وقت یاد مجمعنی میایه که چی غروری داشتم. کوار میدویدم به دشتا میدویدم. بابا خوبی؟ السلام. وعلیکم سلامتی جان تو جوره بابا. سلام بابا اشتنی خوبی تیر خوشه؟ خوبیم سلامتی. سلامت جان شما جوره؟ شکر چی گپایه؟ با چی میگفتیم پیر دختر باز راز دل میکردین خیلیت بود؟ نه تو بیامدم بابا ما شیر میخوان خودی خو یاد مجمعنی میگه جوانی ها خو یاد کردم. بابا جو پیر خوبه کردم حامالی هم جوانی ایت دل خور ننداستر به خدا. به خدا نمیفهمم لالا. همه چی بابا تیاره اوی و نانی و همه خدمتیو میکنه. با میگه که من به زندگی امیدواری ندارم. افته و سردیوالیم چند روز دیگه میمیرم. این تو گپا میزنه. راست میگم بابا. اصلا زندگی بریم تکراری شده. برو به مسجد بیا به خونه. اصلا دلم بشکسته. همین زندگی به کل به تلخ شده. هر کار میکنم که یک امیدواری به من پیدا شه که من به زندگی پابند شم به فکر جوانی و همین آینده خوب باشم. باز میگم بابا تو میمیری من چی کردی؟ بابا جو هم آدم که پیر شه مگر بماره باید مبارزه کنی. خیلی زندگی مبارزه کنی. خوش نگاه کنی. هم 4 روزی که زندگی بهم خنده به مزاح دیر کنی. با شکر شما خو هیچ چیزی کمبودی نداریم. هر دفعه به جامو میایمون عروس شما اشته خدمت شما میکنه. چقدر عزت و چقدر احترام. هیچ وقت ناامید نکن بابا. با خدا بابا نمیفهمم. هر کار میکنم که خوش نگاه دارم با نمیشه. باز یه غم به سر دل میاد. آخه غم چیه پیر خوبه کردم؟ چی غمه؟ به خدا اگه مالی بمیری هم دنیا هیچ کار نمیشه. زنده هم بشی هیچ کار نمیشه. پس چی خوبه به دنیا بخوری بفهمیدی؟ لذت ببری از دنیا تا به زمانی که زنده ای. اگر تو خورامال غمگین بگیری هیچ کاری نمیشه. با جز هر پریشونی تو دختر عروس انمینا بکشیم. پس چی میتر از این 4 روزی که زنده بابا با خوشی تیر کن. از این دنیا لذت ببره. بیشتر با خود شما ضرر میرسه. اگه تو غمگین باشیم هی غم خوریم بی‌طرف کنیم خود غمگین بگیریم بیشتر به خود شما صدمه میزنه بابا جون. خدا پیرمردای میبینم خب که خیلی پیرتره بی یک رقم زندگی میکنن بی خوشی زندگی میکنن که همین جوانا حالی هم تو خوش نیه. فقط همونو میفهمی لالا. فقط به همین خوردن خو خوش گذراندن خو کار دارم دیگه به قصه ای چه نیم. آخ بابا شما خو نام خدا تجربه زندگی از ما بیشتر داره. شما 4 پیرانی از ما زیادتر کار کردین. شما هنو مگر ما نصیحت کنین. ما خو ازم صبح بریم میشیم دنبال لقمه نونی تا شام گمیم. شب میام لقمه نونی میخوریم سر میگذاریم باز تو وقت بخی برو. شما باید ما نصیحت کنیم که به زندگی خو قناعت کنیم امیدوار باشیم
شما دیگه چریته بابا جان؟ همین 4 روزی که زنده همین تو با خوشی تیر کنک بیاره خب بگردم. به کابل بردم لیلای ما را، به کابل بردم شیدای ما را. بابا همه گوشی قرصک و زنگ آمد. گل کنه که گوشی خود میگو یاری همین دختر رو بچه من چی نصیحتا کردم. راست میگم همین دنیا 2 روزه. به قولم یکی میگفت دنیا 2 روزه گورم 2 جریب. باور کن به آدم 2 جب بیشتر نمیدم. تا میتونیم شاد باشیم. چیه این دنیا که غمیر بخوری؟ الله یار جان وفاداری نداری، به ما نظر داری یار نداری. اگر نظر داری دلم نظره، به پیشی عشقمه اگر خبره. نه 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 نه. بیا با کابولی جانم سفر کو، غم قصارم از دلم بدر کو، غم قصارم دیرنگ دیدن در. چی کردی بابا؟ چیه بابا؟ امروز چرا میرقصیم شادیم آهنگ میخونیم خودی خود. بابا جان زندگی مبارزه مایه. آله بفهمیدم که شما جوانا درس خوندیم تجربه داریم و ما گفتیم که باید مبارزه کنم. من مبارزه میکنم. آخه من چری غمگین باشم؟ چری بچه همه که 6 روز به خدمت من دختر من دیک میکنه کاسه میکنه، بچه گگ من میوه میاره نون میاره، همه شما خدمت گذاریم. آخه من چری غم بخورم؟ آخه من چری قصه بخورم؟ من مگر شاد باشم دیوتار بزنم؟ نه 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 نه. امی دوم به شما چی گفتم پیر خب بگم؟ نگفتم قصه نخوریم غم نخوریم. راست میگی. تو شاد زندگی کنیم. من دیگه از این بعد شاد زندگی میکنم. دیگه دلخور نمیشکنم. این 4 روز عمره کرایی گپا نمیکنه. اما میگم به ژاپن مردمون 90 ساله میشه نه میرم به مکتب. من نگاه کن دل خوبش که تو مردای میرن به پانتون درس میخونه بابا جان. من باور کن خیال میکردم این دویزن من به قبر میگذارم. اما دل من زنده شده. میگم لالا میچون بابا چی کار کرده؟ مال خود میخونه میرقصه آهنگ میخونه اینا. بابا رو ما کارشی نه فقط مثلا نصیحت کردم که بابا همین 4 روز زندگیه فقط با خوشی تیر کو. چه کاره بابا؟ بابا یاد من دیگه که من خوب نصیحتا کردی. آفرین. همین تا حال زندگی به من خوش تیر میشه. خیال میکنم بنتا بهش ای را قدم بزنم. ما بابا جان امروز بیامدیم به رد شما عروس شما گفته که بریم که هم قصور بیاریم چند شی به جا ما باشم. خیلی خوب. همین که شما خوشیم هم ما خوشیم. همه روزا که گرفته بودی به خدا زن میگفت چه کاری قصور البته زن ماه. همین نمیگفتی؟ اجی بابا اگه زنم ماه من به خدمت شما بم یک سنی سینه بالا بکشم همین تی خوشوی جوان جانان میاره که بقدر کیف کنی. نه ما ازم برالی تو کارا کنیم. من تو پیار زنده اور جمع میکنم خدمتیو میکنم. کسی هم نمایم که به جا مادر رو بیایه. جا مادر تو کسی نمیگیره. میگیره اشته نمیگیره. ایت قبول نمیکنم که کسی دیگه بیایه به جا مادر. اجی بابا یک همدمی به کار داره. نمایه همدم. تو دختری تو خیلی محرم نیست. تا به این خونه معصوم همدم آنتن نمیده به اینجگانم. واره خب بگردون تو پس با میری شو میکنی میری بابا یکیه باز تو بابا لالا جون تو بابا زنده مشو هم نمیکنم میستکم به می خونه جمع نمیشه میگم بابا راست میگه. آخه من یک دومن تا شما با این بر بزرگ دید. ما نگفتیم به زور، ما گفتیم انی پس با تو میری پشت بخت خود. بابا از که باز اعمال بابا نماسته باشه به زور نیه. ما پس خلاص با خودی ما میتونه بابا نخواسته باشه به هیچ کار من خودم خدمت بابا. یال تو پوستیت بد نخوره که زن برار دیگه بزن. این گفت یعنی نمیتی که خصوص مشاهده و چیزه سکر اگه زنم ما کنه که زن بدیم. کوی تو که پنج جا مادر. نه ما تو بابا زنده مشو نمیکنه. بابا شما جمع میکنم. صبر کن یک سر میبری و میدوزی. منم بغضا گبزرم. عروسمه. آره بفهمیدم خوب کسی که زن خوب داشته باشه تربیه خوب میکنه. شوخرم تربیه خوب کردی که بیامد من نصیحت کردم. حالا که اگر تو این استین والا زنی من پیری یک کسی به کنار من
چی بابا حال تیار کرده دیگه بابا. ما به این خونه ای چیا؟ نه تا یک روزی که مگاری بری جیگرمه. من گفتم تا شما بابا، زنده من یک خونه دقیقه چپ نمیرو. بابا. نمایم که تو مدام زنده باشم تو همینجا گشیشته باشی. نمایم عروسی تو ببینم نوازم. خیر بینی بله. به زندگی انسان باید از 3 چیز تیش بفهمیدیم به قصی و نشه بابا. بفهمیم چیه؟ چیه بابا؟ یکی که والله انی فلانی چی داره و چی نداره من ندارم چه کار فلانه. اصادت. یکی از چیزی که تیر شد برف دیگه با پشتی نگرده کلاگی تو خیر بینی. یکی هم به قصی مردم نشه بابا که فلانی چی میگه فلانی چی میگه فلانی چی ها میگه. بابا یک میشه در کو خیر یک. بینی ها اگر به گپ مردم نباشه ما شما زندگی کردن نمیتونه. بازم پیار خوب بگردم گپ خوارم درسته که میگه جا مادر ما کس نمیگیره. مادر ما خدا بیامرزه برم حال پیار هم حداقل یک ترنتکش مایه. اگر پیار خوب بگردم ریزی میته میتونم خدیم زن خوبم ظرف یک هفته تو رو همون به یک بیوی پرمیوی برسونم که همون جان باشه بابا. نباید کس بده بله ریزیم بابایمه.